اگه الان این ویدیو رو داری میبینی فقط 30 ثانیه با آرامش واقعی فاصله داری. میخوام یه تکنیک علمی بهت بگم که فقط توی کمتر از نیم دقیقه ضربان قلبت رو پایین میاره و استرست رو کاهش میده. همین الان امتحانش کن. با ما همراه باشین. اسم این روش تنفس فیزیولوژیک هستش. یکی از موثرترین روش ها برای کاهش استرسه. فقط 3 مرحله داره. یک نفس عمیق بکش تا جایی که ریت پر از هوا بشه. بعدش یه نفس کوچیک روش بکش. این قسمت دوم باعث میشه که ریت پر از هوا بشه. حالا خیلی آروم و طولانی از بینی یا دهن بازدم کن تا آخرین ذره هوا از ریت خارج بشه. این کار رو فقط 2 بار تکرار کن. کلش 25 یا 30 ثانیه طول میکشه و مغز به بدن فرمان میده که از حالت استرس خارج بشه و تمرکزش از استرس به وضعیت فعلیت انتقال پیدا کنه. وقتی که ما این نوع تنفس رو انجام بدیم این روش باعث میشه دی اکسید کربن اضافی بدن تخلیه بشه، سیستم عصبی آروم بشه و ضربان قلبت تا چند ثانیه پایین بیاد. به همین سادگی. خب بریم سراغ 3 روش که با انجام دادن اونا استرس کمتر سراغمون میاد. نکته 1: 5 دقیقه راه رفتن سریع حتی داخل اتاق میتونه خیلی کمک کننده باشه و استرس رو کاهش بده. خب نکته 2: قطع کردن فکرهای منفی با گفتن یک عبارت ساده مثل الان فقط وقت تمرکز کردنه. نکته 3: نوشتن نگرانی ها روی کاغذ. این 3 کار میتونن واقعا کمک کنن که ذهن انسان از استرس خالی بشه و تمرکز از استرس روی زمان حال انتقال پیدا کنه. اگه این تکنیک 30 ثانیه‌ای رو انجام دادی و نتیجه گرفتی توی کامنتام بنویس که چقدر حالت بهتر شد. من همه کامنتا رو میخونم و جواب میدم. اگه به دانستنی های علمی در مورد مغز، احساسات و روانشناسی علاقه داری حتما این کانال رو دنبال کن. اینجا هر هفته یک تکنیک علمی و کاربردی برای بهتر شدن حال خودت یاد میگیری. دمت گرم که همراه ما بودی. مرسی که دیدی.